درود بینندگان گرامی، رستم ودینیف هستم با شما در برنامه شرح نشست‌های مطبوعاتی. امروز در کشور آخرین روز نشست‌های مطبوعاتی بود که از رفت اون با شما معلومات می‌دهیم. آژانسی مبارزه با کورپسیا از اشکارشوی 1329 جنایت اقتصادی خبر داد. در این باره سلیمان سلطانزاده، دیرکتور آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا جمهوری تاجیکستان، ضمن نشست خبری این نهاد اطلاع داد. او از جمله گفت که در 6 ماه اول سال جاری واحدهای حفظ حقوق آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا جمهوری تاجیکستان 1329 جنایت اقتصادی کورپسیونی و جنایت‌های با انداز علاقمند را نسبت 724 نفر آشکار نمودند که 516 عدد آن به گروه جنایت‌های وزنین شاملند. در وزارت مالیه کشور باشد از 108% اجرای نقشه درآمد بودجه گفته شد. در این باره فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه کشور 15 آگوست در نشست مطبوعاتی این نهاد خبر داد. همچنین موصوف گفت که با در نظر داشت اجرای مجموعی نقشه درآمد بودجه دولتی با نقشه درآمد بودجه جمهوری 9.2 میلیارد سومانی وارد گردیده است. در ادامه وزیر از اجرای غیر نقدی گفت: همین قبول کردن در کار که ما در آغاز یک اصلاحات بسیار مهم مالیوی قرار داریم و ضرور است که در این روند همه ما هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید فعال باشد. من با اطمینان گفتم میتوانم که تا آخر سال با انجام دادن تدبیرهای من بعد ما و شما در انجام سال میبینیم که همین تدبیری که با تشبث به پیشوای معظم ملت روی کار آمد نتیجه خوب نظررس خود را نشان میدهد. در نشست خبری پروکراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان از یافت شدن جسد شهرت اسمت‌اللویف معاون رئیس اوریونبان گفتند جسد شهرت اسمت‌اللویف 2 روز پیش از یک جزیره نزد شهرک سرزم پنجکن یافت شده است. در این باره یوسف رحمان پروکرور گنرالی جمهوری تاجیکستان در نشست مطبوعاتی این نهاد خبر داده ذکر نمود که طبق اکسپرتیزای دکتر دندان انیق معاین شده است که جسد به شهرت اسمت‌اللویف تعلق دارد. در ادامه گفته شد که وابسته به این حالت تا حال نسبت 16 نفر پرونده جنایتی باز شده، 13 نفر آنها دستگیر گردیدند. عبدالخلیق غفورزاده، رکتور اکادمیای اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، ضمن نشست خبری اکادمیا از 65 نفر ختم کنندگان دیپلم اعلی ذکر نمودند. او در این نشست همچنین قید نمود که به حالت ماه ایون سال 2023 شماره عمومی دانشجویان و ماگسترانتان اکادمیا 4864 نفر را تشکیل می‌دهد. از این تعداد 979 نفر رایگان و 3885 نفر شرطنامه‌ای تحصیل می‌کنند. آیا موقع تاجیکستان نسبت طالبان نرمتر شده است؟ این سوال بود که در نشست خبری وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان از جانب خبرنگاران صدا داد. در جواب به این سوال وزیر گفت که در بعضی از دولت‌های همسایه همکاری را با طالبان در سطح خوب به راه ماندند، اما تا به حال هیچ یک از آن دولت‌ها مسئله شناخت حکومت طالبان را به رسمیت به میان نگذاشته است. همچنین وزیر افزود که ما موقع تاجیکستان را 10 مرتبه گفته ایم. ما نگران از آن هستیم که حکومت یا دولت فراگیر همه شمول در آنجا تأسیس داده شود و همه قومیت‌ها در ساخت آن دولت اشتراک نمایند. وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان دایر به وضع مهاجرت مهنتی چنین گفت: نمایندگی‌های دیپلماتی ما در روسیه مسئله مربوط به وضع شهروندان ما و حفظ حقوق آنها را منتظم پیگیری می‌نمایند. ما همیشه از شهروندان تاجیکستان دعوت به عمل می‌آوریم که زندگی و فعالیت مهنتی خود را در این کشور اقامت حتما در دایره قانونگذاری به راه مانند. این بود شرح نشست‌های مطبوعاتی از روزنامه جهانی تاجیکستان. ما را در شکل چند رسانه‌ای در تمام شبکه‌های اجتماعی پیگیر باشید. خیر.